چه بکنیم که اخلاقمون خوب باشه؟ همه ماها دنبال این هستیم که اخلاقمون خوب باشه. از خداوند خواستن و دعا کردن، بخواهیم از خدا. انسان زمانی میتونه تحمل بکنه یه چیزی رو و در به دست آوردن اون که قدر و منزلت و ارزش اون بدونه. اگر ما جایگاه و منزلت و ارزش اخلاق نیکو رو درک بکنیم، اون موقع انسان آستین رو بالا میزند، همت میکند، تصمیم میگیرد، تلاش میکند که من بایستی به این ارزش ها دست پیدا بکنم. خیلی عظیمه. به الگومون نگاه بکنیم، به رفتار او، به اخلاق او. بعد به همین صورت به کسانی که اهل اخلاقن، چقدر شیرینن، چقدر زیباین، چقدر دوست داشتنیان، اونایی که رفتن، اونایی که هستن، به اخلاقشون نگاه بکنیم. سیرت پیغمبر علیه السلام رو بیشتر بکنیم.